الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. در آوان اخیر البته بحث و مناظره ها و مناقشه ها در بالای مسئله العذر بالجهل، یعنی مشرکی که از سبب جهل به شرک واقع شده است، این مشرک گفته می شود یا مسلمان گفته می شود، بینهایت زیاد است و این از فضل و کرم الله است و این یک سببی زنده شدن مردم است. شما هیچگاه فکر نکنید که این بحث مناقشه ها سببی پست رفتن یا سببی شکست خوردن می شود، نه، بلکه با بحث و مناظره و با بحث و مناقشه حق ظاهر می شود. تا امروز در این مسائل بحث و مناظره و مناقشه نبود و تا امروز این مسئله خاموش بود. تا امروز در این مسئله برادرها و خواهران زیاد بیخبر بودند، اما الحمدلله رب العالمین که الله سبحانه و تعالی این دینش را آشکار می کند، با وجود این که بسیار کسها نمی خواهند که آشکار بشود، اما الله خودش حکمت دارد و با حکمتش چگونه که می خواهد دین را ظاهر می کند و این بحث و مناقشه ها یکی از سبب های ظاهر شدن دین است و به نهایت یک سبب بزرگ است. با بحث و مناقشه شما البته شبهات طرف مخالف از اهل بدعت را میفهمید و فریب و نیرنگ و چگونه استفاده بردن اونها و طریقت اونها، راه اونها، منهج اونها را با خبر میشوید. و خود شما آگاه هستید که در بالای العذر بالجهل در این بگویم سال آخر، در اوان آخر، بحث و مناقشه ما بینهایت زیاد رفت با مدخلی ها، مرجعه های زمانه و با حزبی ها و این چنین. حالا یکی از دعوتگران افغان که مبشر مسلمیان است در این مسئله بگویم مخالفی عقیده اهل سنت و الجماعت دارد صحبت میکند. عقیده دارد که جهل بگویم جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر است و کسانی که به شرک اکبر و کفر اکبر در حالت جاهلی واقع می شوند اینها عذر دارند و اینها را مسلمان گفته می شود و البته این عقیدهش رو میگد عقیده اهل سنت و الجماعت است و در صحبتاش حتی اجماع هست میگد. در این مسئله میگد اجماع هست که البته این سخن باطل است، سراپا باطل است، جهالت بر منهج سلف این امت است و این سخنی مرجعه ها است. انا همون سخنی خیلی که گفتیم اهل ارجاع زمانه که امروز هستند، انا منها مشرک را مسلمان میدونند. حالا اولا کمی از سخنش رو میگذاریم و بعد از این به حجت و به رد شبهات شروع میکنیم. اما پیش از این که سخنش رو من بگذارم، برادران و خواهران عزیز، من به شما میگویم که مبشر مسلمیان خیلی طولانی سخن کرده، 77 دقیقه. خودی من 2-3 مراتب گوش کردم و تمامی بگویم شبهاتی که آورده و غلط کنی و خطا فهمی هایی که آورده و تهمتی که در حق علمای اهل سنت زده و حجت های خطایی که آورده، همه اش رو من در یک جا نوشتم و جمع کردم که زیاده از 20 مسئله شد. مسئله جدا کردن تکفیر مطلق و معین، مسئله حجت رسانیدن، مسئله کی حق تکفیر داشتن، شبهات کوریدن، شبهاتی که ما پیشتر جواب داده بودیم از سوزانیدن و از مسئله حدیث ذات انوات و دیگر از مسائل زیادی که هر این مسئله رو ما باید به تفصیل به شما جواب بدیم. خیلی مهم است که شما بدانید و من کوشش میکنم که به تمامی، یعنی هم اختصار کردن و هم سخنهای بهترین علما رو رسانیدن به شما یک خدمتی در این مسئله کرده باشم، به خاطر اینکه حق رو بفهمید. زیرا مشرک رو عذر دادن البته که این کفر است، این ضلالت است
و این گمراهی است و این به اجماع سلف این امت است. در نزد من اجماع بینات زیاد است، از امام شافعی، امام مروزی، از اجماع صحابه رضی الله عنهم، و در این مسئله الهیده صحبت میکنیم. اما ما از اولین سخنهایش کم کم گذاشته به شما آهسته جواب میدهیم. از همین جهت گفتنی هم که شاید این در یک حلقه به شما بیان کرده نشود، زیرا که مسئله های بزرگ است. مبشر مسلمیان مسئله ها رو بینهایت به همدیگر آمیخته کرده، تفصیلات اهل سنت رو نفهمیده. این دلالت والله اعلم به جهل میکند. از سبب این مسئله ها رو از علمای اهل سنت الهیده و جدا عمیق و دقیق نگرفتن آمیخته میکنند. اما ما وظیفه داریم که هر یک مسئله رو از همه جانبش یک یک به شما بیان بکنیم. حالا من کوشش میکنم در این صحبت هایم یک چند مسئله رو به شما بیان میکنم و بعد از این باز صحبت دیگر یک چند صحبت میکنیم، یک دو سه حلقه میکنیم و تمام شبهات اونها رو و خطاگی های اونها رو بیان میکنیم. بارک الله فیکم. اولین صحبتی که میگذاریم ببینیم محمد بگه مبشر مسلمیان چی میگه. مسلمان باشه و اسلامش آشکار باشه و جهلش هم ثابت باشه و جهلش هم شرعی معتبر باشه، بازم مورد شرک داره. این خلاف عقیده اهل سنت است. بله، شما شنیدید که عقیده ما رو میگه. یعنی بله ما همچنین میگیم هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع میشود، اگر به علم باشد، یعنی اگر فهمیدن قرآن و سنت به او دسترس شده باشد، علاج فهمیدن قرآن و سنت داشته باشد، این انسان مشرک است، هم در این دنیا و هم در آخرت، هم ظاهر و هم باطن. این جهنمی است. وقتی که به این شرک میمرد جهنم میرود و الله سبحانه و تعالی برای مشرک جهنم را بگویم ساخته و آماده کرده و جنت را حرام کرده است. و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. هر کسی که شرک را انجام میدهد و به همین شرک وفات میکند، جنت برای او حرام است و این عموم است. جنت برای مشرکین حرام است. اما کسی که شرک را از سبب جهل انجام میدهد، همون عمل را فهمیده است که چی عمل است، لیکن حکم همون عمل را نمیفهمد، این انسان در این دنیا اسمش مشرک است. در مسئله نکاح، در مسئله بارک الله فیکم میراث، در مسئله جنازه و نماز خواندن و غیره، ما به این مثل کفار معامله میکنیم. این کافر است، مشرک است. اما خون این انسان حرام است، این انسان عذاب داده نمیشود، این انسان کشته نمیشود و این انسان پیش از کشتن یا عذاب دادن حجت رسانده میشود، مالش حرام است و اگر بمیرد در روز قیامت امتحان میشود. خیلی که ما در این مسئله سخنهای ابن القیم الجوزی و سخنهای امام محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه و دیگر از علمای اهل سنت رو ذکر نمودیم و باز می نماییم. خیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب احکام و اهل ذمه میگن که گرچنده که کسایی که عبادت میکنن قبر را جاهلند، اما اسم به اونها داده می شود. و در طریق الهجرتین در کتاب هم آشکار میگن که الکفر کفران، کفر دو نمود است، کفر الاسم و کفر التعذیب، کفر اسم و کفر تعذیب. و سببی آمیخته کردن بسیاری از مرجئه های زمانه در این مسئله و نفهمیدنشون این است که اینها همه کفر را یک کفر میبینند. کفر در نزد اینها فقط کفر تعذیب است. اما کفر دو نمود است، کفر اسم و کفر تعذیب. خیلی که موجودو کردیم. کفر تعذیب یعنی وقتی که تکفیر میکنید و بعد از این تکفیر او هم کشته میشود، خون مالش حلال میشود و هم جهنم میشود، این بعد از قیام حجت است. اما یک نمود تکفیر است که فقط اسم شرک را داده میشود یا کفر را داده میشود، اما فقط اسم داده میشود. در اینجا جهل عذر نیست، جهل در این مسئله عذر نمیشود. و اما در مسئله خون و مال و جهنم رفتنش البته قیام حجت ضرور است. ما پیش از این که به سخنهای علما و حجت بیاری بپردازیم، باید ببینیم که علمای اهل سنت در جماعت خیلی که سخن ابن بگیم قیم را ذکر کردن و این چنین سخن ابن تیمیه را رحمه الله در مجموعه الفتاوا نظر بکنید که میگویند بارک الله فیکم
الاسم يثبت قبل الرساله. اسم یعنی یک انسان شرک کند، همون اسم به همون ثابت می شود پیش از رساله، پیش از قیام الحجت. پیش از قیام حجت اسم ثابت می شود. وقتی که کسی شرک اکبر رو کرد مشرک است، جهل عذر نیست. و اما جهل کی عذر می شود؟ جهل به عذاب عذر می شود، یعنی هیچ کسی رو عذاب دادن حق ندارد، به کشتن عذر می شود و به خون مالش عذر می شود و به جهنم رفتنش عذر می شود. از همین جهت در باب جهل هم اینها خوب معلومات ندارند و معلوماتشون معلوماتی به نهایت بسیط و بدیهی و از علمای اهل سنت و جماعت نگرفته و از کتاب‌های آمیخته گرفته شده است. وقتی که منهج نیست همین است. از همین جهت ما همیشه به شما برادران میگیم که قرآن و سنت رو به فهم سلف این امت و به منهج فهمید. اگر منهج نداشته باشه سخن علما رو شما خوب نمیفهمید. سخن ابن تیمیه رو انسان بی منهج آمیخته میکند، سخن ابن القیم رو انسان بی منهج بینات خطا میفهمد و اینچنین سخن محمد ابن عبدالوهاب رو انسانی که منهج علمی، منهج اهل سنت رو نمیفهمد آمیخته میکند. برای اینکه مسائل نازک است. برای این مسئله رو فهمیدن بینات علمی یک کافیه داشت و از علمای اهل سنت و جماعت باید تعلیم گرفت. جهل اصلا در بالای 3 چیز عذر شدنش ثابت شده است. در بالای حکم، یک کس کافر گفتن یا نگفتن که اولی کمی میگیم، یک کس کافر گفتن نگفتن، یک قسمی از کفرهایی که خفی هست یعنی نو پیدا شدگی است، بمانندی بگویم کفر انتخابات یا بمانندی پاسپورت گرفتن یا بمانندی ادوکات گرفتن یا نگرفتن که این مسائل بینات نازک است و به همه آشکار نیست و خفی هم هست. در این مسائل البته که ما باید نظر بکنیم، گرچنده که یک آدم بگویم در این مسائل یک آدم عالم باشد به کفر واقع می شود و کفر است، اما در مسائلی که آدم در حقیقت جاهل باشد، علاج فهمیدن و امکانات فهمیدن هم نباشد، یعنی متمکن برای رفع جهل نداشته باشد، جهلش رو نابود کردن رو نتواند، حرکت میکند اما نمیتواند، در این مسائل البته جهل عذر است، یا من باب فروعات یا بعضی از مسائل اسما و صفات، مسائل اسما و صفات که کسی جاهل میماند، نه در همه قسمش، برای اینکه صفات‌های هست که بمانندی علو الله، بمانندی کلام، البته سلفین امت تکفیر کردند، اما در بعضی مسائل جزئیش. اما یک نمود بگفتیم در این مسائل فروعات گویا در این مسائل جهل عذر است، اما در مسائل شرک اکبر، کفر اکبر، بمانند شرک اکبر، سجده کردن به غیر الله، عبادت دعای غیر الله و اطاعت غیر الله و بگویم شرک التشریع و حکم و غیره، جهل عذر نیست. و یا که کفر اکبر به مانند دشنام دادن الله و رسول و به مانند استهزاء، جهل عذر نیست. جهل در این مسائل عذر نیست. و دومین جایی که جهل میتواند عذر باشد و در شریعت همچون عذر در قرآن و سنت ذکر شده است، در مسئله عذاب. آدمی که جاهل است اگرچه مشرک باشد هم از سبب جهلش مشرک باشد، این آدم رو عذاب دادن جایز نیست، حرام است، در این دنیا و در آخرت. در این دنیا یک آدمی مشرکی که به او حجت نرسیده، او را کشتن حرام است، پول مال او را حلال کردن حرام است. و در روز قیامت هم الله آیت ها را می آورد که آدمی مشرک جاهلی که در این دنیا از سبب جهل مشرک بود، حرکت میکرد که بفهمد اما نفهمید، این انسان را الله امتحان میکند، یک باره به جهنم نمیانزد، عذاب نمیدهد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیدیم هیچ کسی رو تو اینکه به وی رسول نرسد. بارک الله فیکم. این مسئله جهل است. اما اهل بدعت خیلی که گفتیم از این نمودی تقسیمات جهل با خبر نیستند و جهل هم از دو سبب به وجود میاد. از سببی بی اهمیتی و رویگردانی بر دین، هر کسی که بی اهمیتی به دینش میکند، به همه چیز عالم است، استاد است، همه مسائل برنامه‌های تلفنی کامپیوتری رو میفهمد، همه کتاب رو خونده میتواند، همه شرایطش هست، اما بی اهمیتی به دین میکند، جاهل است.
این انسان شرک اکبر رو و کفر اکبر رو کند، در این دنیا و آخرت بارک الله فیکم این مشرک است، این جهنمی است. اما یک آدمی که از سبب حقیقتا جاهل بودنش شرک رو انجام میدهد، این خیلی انسان است، حرکت میکند که حق رو پیدا کند، گفتگو میکند اما نمیتواند. بماند انسانی که مثلا در یک امروز بگوییم این چنین انسان وجود شاید ندارد، لیکن اگر تصور کنیم که در درون یک جنگل یا در درون یک غار کوه یک انسانی هست که اینترنت ندارد، کتاب ندارد، علم ندارد، حق رو میخواهد اما نرسید، شرک اکبر رو کرد، مشرک است. اسم واقع میشه. خیلی که ابن تیمیه رو گفتیم، ابن القیم جوزی رو گفتیم که اسم به این واقع میشود. زنا که مثلا یک آدم زنا کرد، زناکار گفته میشود. یک آدم دروغ گفت، دروغگو گفته میشود. یک آدم دزدید، دزد گفته میشود. و این چنین یک آدمی که شرک رو کرد مشرک گفته میشود. اسم هست، اما آیا این انسان رو ما جهنمی گفته میتوانیم؟ نه. آیا این انسان رو کسی کشته میتواند؟ نه، حرام است. زیرا که الله سبحانه و تعالی هیچ کسی رو به جهنم نمیاندازد، خونی هیچ کسی رو حلال نمیکند، مالی هیچ کسی رو حلال نمیکند تا همان زمانی که حجت نرسد. و انمین است سخنی اهل سنت و الجماعت. و در همین باره سخنهای ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و محمد ابن عبدالوهاب و نبیره هاشون واضح است و کتاب ها نوشته شده است. و به مبشر مسلمیور هم عیناً کتابی علما را در همین مسئله من ارسال کردم که آشکار نوشته شده است. این چنین انسان ها حکمشون اهل فطرت است، یعنی اگرچه خودش را به اسلام نسبت بدهد، اگرچه لا اله الا الله بگوید، نماز خواند، روزه دارد، شرک رو بکند، به او فایده ندارد این لا اله الا الله. فایدهش همین است که روز قیامت امتحان می شود، از امتحان گذرد جنت، نگذرد جهنم. چه که مبشر مسلمیان میگوید در این سخنش که این عقیده اهل سنت نیست است، میگه همین عقیده رو عقیده اهل سنت و جماعت نه، علما مخالف این عقیده هستند. میگه یعنی تکفیر کردنی یک انسانی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، نماز میخواند، روزه میدارد، حج میرود، اما به شرک اکبر واقع شده است به سبب جهل، میگوید که این تکفیر کردن عقیده اهل سنت و جماعت نیست. ما میگیم که البته که این فهم غلطی این انسان است، این خبر نداشتن از اصول منهج اهل سنت و جماعت است و دور بودن بگویم از منهج سلف صالح است. ما بارک الله فیکم به شما سخنی سلف، علمای متقدمین و غیره رو ذکر میکنیم. اولا امام شافعی رحمه الله میگویند که شرک به اسلام در یک جا جمع نمی شود و کسی که شرک رو کرد این مشرک است. البته من این سخن رو یک چند بار در دیگر جاها ذکر کردم و این سخن در سخن امام شافعی ذکر شده و امام مروزی این سخن رو در کتابشون ذکر کرده و در زیر این شرح نوشته. امام مروزی شاگردی امام شافعی میگن که پس شرک و اسلام در یک جا جمع نمی شود. کسی که شرک اکبر رو کرد این مشرک گفته می شود، زیرا آمدن شرک، به وجود آمدن شرک اکبر نابود میکند ایمان را، به وجود آمدن کفر اکبر نابود میکند ایمان را، توحید را. شرک و اسلام در یک جا جمع شدنش ناممکن است. این به مانند آب و آتش است. آب یا می ایستد یا آتش. وقتی که آب اومد آتش نابود می شود. پس وقتی که کفر اکبر یا شرک اکبر اومد باید بدونید که اسلام نابود شد. اسلام نابود شد. سبحان الله. چه که خودی الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 256 میگوید و در سوره تحریم ممتحنه آیت 4 میگوید که ملت ابراهیم همین است که شما چیکار بکنید؟ موحد باشید و شرک را ترک کنید و از شرک و از مشرکین براءت کنید. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. ملت إبراهیم توحید خالص این همون وقت به وجود می آید که انسان لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید و شرک را ترک بکند و کفر اکبر را ترک بکند
و بعد از این براءت کند از مشرکین. اگر یک کسی لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید شرک را بکند اگر چه جاهل باشد، این در ملت ابراهیم نیست. کسی که میگوید که مشرک جاهل مسلمان است، یعنی در ملت ابراهیم است، بگوید این تحریف ملت ابراهیم است و این جهل است و این کفر است و این طعنه به ملت ابراهیم علیه السلام است. زیرا که ابراهیم ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، یهودی و نصرانی هم نبودند، و ما کان من المشرکین، و این چنین از مشرکین هم نبودند. ابراهیم نه یهود نه نصرانی و نه مشرک، به این دین ها تعلق نداشتند. شرک در ملت ابراهیم اصلا وجود ندارد و کسی که جاهل است و شرک اکبر را کرد پس ملت ابراهیم ندارد. و این چنین در سوره بقره 256 الله سبحانه و تعالی میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. کدام انسان حقیقتا مسلمان است و لا اله الا الله گفته اش درست است و او فایده میدهد، کافر نیست، همان انسانی که کفر بر طاغوت ورزیده باشد. کفر بر طاغوت چیست؟ ترک شرک است. ترک کردن شرک، به ترک کردن شرک کفر به طاغوت وجود ندارد. و امروزه مشرکایی که از سبب جهل شرک را انجام میدن، اینها در ملت ابراهیم علیه السلام نیستند، مخالف ملت ابراهیم علیه السلام هستند. و این چنین کسایی که مشرک را مشرک نمیگویند و مسلمان میگن، مخالف بر ملت ابراهیم علیه السلام هستند. و این چنین کسایی که خود را مسلمان میگویند و لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت میدهند، نماز میخوانند، روزه میدارند و غیر از عملها را انجام میدهند و شرک را انجام میدهند، قبر پرستی، طواف به قبر و غیره، عبادت را به قبر انجام میدهند، به مرده ها، اینها کفر به طاغوت ندارند. زیرا که اولین کفر به طاغوت این براءت از شرک است و بعد از این براءت از مشرکین است. کسی که شرک را ترک نکرد او کفر به طاغوت ندارد. کسی که کفر به طاغوت ندارد رکن اولی لا اله الا الله به وجود نآمد. لا اله انا من کفر به طاغوت و براءت است و تکفیر مشرکین است، به وجود نآمد. وقتی که کفر به طاغوت به وجود نآمد، لا اله الا الله به این فایده ندارد، این مسلمان نیست. و این چنین شرط اولی لا اله الا الله، این شرط صحت لا اله الا الله، همان وقت کلمه توحید صحیح می شود که علم داشته باشد. یک کسی لا اله الا الله بگوید اما عبادت کردن به غیر الله را نداند که این شرک است، او نفهمیده است لا اله الا الله. زیرا که لا اله وقتی که میگه شما باید بدانید که غیر الله را عبادت کردن این کفر است، کافر می شود. وقتی که لا اله میگوید باید بدانید که یگان معبودی بجز الله وجود ندارد و معبودی بر حق یگانه این الله است. و باید بدانید وقتی که ندانستید، نفهمیدید، از این عبارت که لا اله الا الله را نفهمیدید، علم برباره لا اله الا الله ندارید، شما جاهل بر لا اله الا الله هستید. کسی که بر لا اله الا الله جاهل است، علما اجماع میکنند که این کافر است. زیرا که اجماع حقیقی در بالای اساس قرآن و سنت به وجود میاد. دلیل الله میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدون که نیست معبودی بر حق بجز الله. اگر ندانی، بعد از این میگه فاستغفر لذنبک، بعد از این استغفار کن. اگر ندانی و استغفار کنی، ندانی و عبادت کنی، عبادتت قبول نیست. حال یگانه بودن الله رو ندانستی. اگر چی به زبان بگوید اما به قول، اگر چی بگوید اما عملا غیر الله را عبادت دارد. و این چنین الله سبحانه و تعالی همان وقت موحد میشوید میگه و همان وقت کلمه لا اله الا الله به شما فایده میدهد، میگه که انسان چی داشته باشد؟ علم داشته باشد. الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون، اونهایی که به حق یعنی به کلمه توحید شهادت دارند، شهادت دادند، یعنی من و شما لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله گفتیم، همین شهادت ما کی قبول می شود؟ در حالتی که ما یعلمون، بدونیم معنای لا اله الا الله رو هم در زبان و هم در اعتقاد و هم در عمل. زیرا که ایمان رو میدونید، ایمان با زبان و اعتقاد و عمل است. کسی به زبانش بگوید که بله الله یگانه است بگوید، اما عملا رود و غیر الله را عبادت کند، قبول نیست. به کفر عملی، به ترک رکن واقع شده. پس این اجماع علما هست. شیخ عبدالرحمن ابن حسن در کتاب فتح المجید ذکر میکنند و میگن که اجمع العلماء، علما اجماع کردند که
على من وقع في الشرك الأكبر ولو تلفظ شهادتين فهو مشرك. علما اجماع کردند که هر کسی که به شرک اکبر واقع شود این مشرک است. یا که قاضی عیاض امام یکی از مذهب شافعی که از علمای متقدمین هستند در کتاب الشفا ذکر میکنن که من اتى بالشهادتين، هر کسی که شهادتین رو بیارد، یعنی اشهد ان لا اله الا الله، شهادت اول، شهادت دوم، و اشهد ان محمد رسول الله. شما شهادت داده ایستید که من شهادت میدم که نیست معبودی بر حق بجز الله، و شهادت میتیم که رسول الله بنده و رسول الله هستند. و بعد از این صلی، نماز خواند، و صام، و روزه دارد، و عبد غیر الله، و عبادت غیر الله را کند، فهو کافر. فهو این کفر تعیین، این آدم کافر، انا من آدم کافر. و من شک فی کفره فهو کافر. و هر کسی که همین آدم مشرک بودنش به شک کند کافر است. برای چی؟ زیرا که مکذب لله و لرسوله و اجماع الذي لا يشك فيه من له ادنى نظر في كلام العلماء. زیرا که این کلام الله را، حکم الله را و رسول الله را دروغ شمرده است. زیرا که الله در قرآن و سنت کسی که غیر الله را عبادت میکند مشرک میگوید، خواه وی از امتی نوح باشد، خواه از امتی بگویم صالح باشد، خواه از امتی بگویم هود باشد، خواه از امتی ابراهیم علیه السلام باشد، خواه از امتی محمد صلی الله علیه و سلم باشد. از کدام امتی پیامبر خودش نگوید در همون وقتش تکفیر شده است. همه پیامبران صلی الله علیه و سلم در امت خودشون بوده جاهل هایی که شرک اکبر رو میکردن تکفیر میکردن. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت بارک الله فیکم موسی، و این چنین امروز بگویم امتی که از امتی محمد صلی الله علیه و سلم است. هر کسی که پس بکند شرک اکبر رو در حالتی که جاهل است این مشرک است، و هر کسی که انکار کند این رو این دروغ شمارنده قرآن و سنت است و دروغ شمارنده اجماع است. اجماعی که علما قاضی عیاض میگن که لا یشک، هیچ کس شک نمیکند، کمترین آدم کمترین علم داشته باشد از کلام علما، سخن علما رو کمترین درجهش رو فهمد، اگر علمی منهجی حقیقی کم داشته باشد هم شک نمی کند که در این مسئله اجماع است. ما اجماع رو انا ذکر کردیم، اما مبشر مسلمیار فقط اجماع هست میگوید، اما فقط میگوید، یگان سخن علما رو نآورد که گفته باشند که علما اجماع کرده اند که کسی که شرک اکبر رو از جهالت کند مسلمان است. اجماع نیست، این باطل است، این تهمت به علمای سلف است و این دروغ است و بهتان است، و این منهجی انا همین مرجئه هایی که نسنجیده ندانسته فقط به خاطر دفاع مذهبی باطل خود این سخن رو میگویند. اما اجماع رو مرحمت ما از سخنهای علمای متقدمین اهل سنت ذکر کردیم. قاضی عیاض که میگن که مکذب لله و لرسوله باجماع الذي و اجماع الذي لا يشك فيه من له ادنى نظر في الكلام العلماء. و این چنین امام ملقی وفات کننده 377 هجری 1100 سال 200 سال پیش وفات کرده، میگن که و جمیع اهل القبله لا اختلاف بینهم، و جمیع اهل قبله هیچ اختلافی در بینشون نیست که من عبد غیر الله فهو مشرک. هر کسی که عبادت غیر الله را کند مشرک است، اگرچه نفهمیده باشد یا جاهل باشد. بارک الله فیکم. اما اولین کسی که در این مسئله اختلاف کرده است جاحظ است. یک جاحظ گفتن انسان که سلف این امت جاحظ را تکفیر کردند. جاحظ میگه که هر کسی که خواه از امت محمد صلی الله علیه و سلم باشد یا از امت یهود و نصارا از کجای نباشد، قرآن و سنت به دستش رسیده باشد نفهمد، بعد از نفهمیدنش یا جاهل بماند، یعنی نفهمد جاهل بماند نرسد، این آدم یعنی معذور است، این آدم را الله رسول کافر نگفته است. میگه اولین کسی که گفت جاهز بود و جاهز را سلف این امت تکفیر کردند. پس اجماع علما را ابن تیمیه نقل میکنند، ابن القیم الجوزی نقل میکنند، و در این مسئله شیخ علی بن خضیر الخضیر یک کتابی را نوشته اند که اجماع علما در همین مسئله جهل عذر نبودنش است و سخن علما را زیاد ذکر میکنند و در نزد من زیاده از 50-60 اجماع علما ذکر شده است و علمای نجد گشته و برگشته اجماع را نقل میکنند. اما کسی که
البته منهج باطل رو اختیار کرده باشد و به دلیل قرآن و سنت نگردد، بالاخره این اجماع ها رو نادیده میگیرد. بارک الله فیکم. و البته این منهج خیلی که گفتیم منهج اهل سنت و الجماعت است و کسی که مشرک رو مشرک نگوید منهجش مرجئه و به جهل عذر بدهد، منهجش منهج جوحیزی است. همین جوحیز پیرو شده است. خیلی که قاضی عیاض در همین کتاب شفا صفحه 202 و 203 میگن که جزء دوم میگن که القول الجاحظ وهذا قول الجاحظ وثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والبلى والمقلدة والنصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم. این سخن جاهز است میگن و این سخن سمامه است که میگن انسان‌های عامه، انسان‌هایی که به شرک اکبر از عامه و از زنها گرفتار شدند یا که نصرانی، یهود و غیره ها، به اینها الله حجت نرسانیده است میگن. این سخنی که است جاهز است، سلف نیست و در دوامش این سخن انکار میکنن و میگن که قائل هذا کلی کافر بالاجماع علی، یعنی هر کسی که این سخن میگوید سخن اجماع، این به اجماع میگن کافر شده است. اعوذ بالله. یعنی کسی که یهود و نصارا یا که از جاهل ها بگیم از جاهل هایی که در امت اسلام هستند عذر بدهد و بگید که به اونها حجت الله نرسیده، هر کاری که میکند هم عذر دارد بگید. البته که در شرک اکبر و کفر اکبر این چی است؟ سخنی مذهبی جاهز است. از همین جهت خوب دقت بدید، بسیار انسان ها مذهبی سلف رو از مذهبی جاهل فرق کرده نمیتوانند. الان ما سخنی باز علمای متقدمین رو ذکر میکنیم که هر کسی که خودش رو مسلمان بگوید، نماز بخواند، روزه بدارد، حج برود، اما شرک بودنش رو نفهمد، نداند و به شرک اکبر واقع بشود، این باید مشرک گفته شود و به من و شما واجب است که مشرک بگوییم. کسی که مشرک رو مشرک نمیگوید خطری بزرگ دارد و البته به کفر واقع می شود. بیایید سخنی محمد البربهاری ابو محمد البربهاری بگیم. ابو محمد البربهاری در شرح سنه صفحه 81 میگوید ولا یخرج احد من اهل القبلة من الاسلام. کلمه اسلام نگاه دیگه، یعنی یک آدمی مسلمان گرفته است، یعنی خارج نمی شود، خارج کرده نمی شود یگان نفر رو از اهل قبله، از اسلام. یعنی ما یگان انسان رو از اسلام حق نداریم که بیرون کنیم میگوییم که تو کافر هستی، تو مشرک هستی، از اهل قبله نیستی بگوییم، تا همون زمانی که میگن حتی یرد آیه من کتاب الله، تا همون زمانی که بعضی از عملهای کفری رو انجام بدهد. کدام عمل رو؟ یکی از آیات‌های کتاب الله رو انکار کند. یگان کس کتاب الله رو، یگان آیاتش رو انکار کند یا حکمش رو انکار کند، کافر است. از قبله نیست، از اهل اسلام نیست، یعنی مرتد و مشرک است. از این رو که خارج میکنیم. در دامش میگن او یرد شیئا من آثار رسول الله صلی الله علیه و آله، یا یگان آثار صحیحی که از رسول الله، از حدیث صحیحی که از سنت رسول الله آمده است انکار کند. او یذبح لغیر الله، یا که ذبح بغیر الله کند. او یصلی لغیر الله، یا که نماز بغیر الله کند، سجده بغیر الله کند، یعنی عبادت بغیر الله انجام بده، دعا از غیر الله کند، استغاثه از غیر الله کند. و اذا فعل شیئا من ذلك، اگر زمانی که یکی از این چیزها رو انجام داد یا مثل این کفرهای اکبر رو انجام داد، استهزاء و دشنام که اینجا به ذکر نکردن، این مشرک است و کافر است. بله مشرک است و کافر است. میگن که دوامش به واجب علیک ان تخرجه من الاسلام، به تو واجب است ای مسلمان که همین انسانی که عملهای کفری شرکی رو کرد وی رو از اسلام بیرون کنی. واجب است، یعنی اگر دیده و دانسته واجب رو ترک کنی کفر میشه. واجب است به این معنی که تو باید انجام بدهی. کسی که مشرک رو دیده و دانسته مشرک نگوید، حجت رسیده است مشرک رو مشرک نگوید، مشرک است میگن. اما اگر جاهلانه بگوید حجت رسانیده میشد. یگان شبهه داشته باشد، از آدم‌های جاهل باشد، حجت رسانیده میشد. و اذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسلام لا بالحقیقه. و اگر یک انسانی که نماز خواند، روزه دارد، لا اله الا الله بگوید، این کفرها را انجام ندهد، یعنی قرآن کاملا قبول کند، سنت قبول کند، انکار نکند و سجده به غیر الله نکند، ذبح به غیر الله نکند، دعای غیر الله نکند، یعنی شرک اکبر، کفر اکبر را انجام ندهد، این مسلمان است.
حکما مسلمان است، ظاهرا مسلمان است، ما حقیقت اونا والله اعلم. از همین جهت ما ظاهرا کسی که شرکش رو ندیده مسلمان میگیم. وقتی که شرک اکبر یا کفر اکبر یا یکی از این عملها رو دیدیم به ما واجب است که مشرکش بگیم. این سخن کدام خوارج است؟ به مبشر مسلمیار و کسانی که در این عقیده جاحظی هستند، عقیده مرجعی هستند، عقیده غلط هستند، سوال ما همین است که آیا شیخ ابو محمد البربهاری که صاحب کتاب شرح سنت هستند، از متقدمین، از امام اهل سنت و جماعت هستند، آیا خوارج هستند که واجب است که میگن این از اسلام بیرونش بکنی؟ برای چی؟ برای اون که در مسئله شرک اکبر، کفر اکبر، اگر انسان مجبور نباشد و به اختیار خودش رفته باشد تمام است، دیگر عذر نیست. جهل، تقلید، تعویل عذر نیست. این چیز در بین سلف این امت به اجماع بود. بارک الله فیکم. و این از سخن شیخ البربهاری. امام البربهاری متوفی که هستند 329 هجری. 329 هجری. بعض از علما سلف میگن. و البته سخن امام طبری را میوریم که ذکر میکنن. ما در آیات‌های گذشته، آیات‌هایی که حجت آورده بودیم که جهل در شرک اکبر عذر نیست، آیات‌ها رو ذکر کردیم. از سوره کهف، از سوره بارک الله فیکم، اینچنین اعراف و بعضی از دیگر سوره ها که مبشر مسلمیار میگد که این آیات ها دلالت فقط به کفار اصلی و کفار مشرکین اصلی میکند و به مسلمان ها دخل ندارد. ما میگیم ابن جریر تبری رو در این مسئله نظر بکن. ابن جریر تبری رو در این مسئله نظر بکن. ابن جریر تبری رحمه الله در زیر این آیات هایی که در قرآن آمده است که آمده است نمیدانند، شعور ندارند، نمیفهمند، در این مسائل به نهایت خوب جواب میدهند و میگن که این آیات ها همش دلالت میکند که جهل عذر نیست. جهل عذر نیست. خطایی که به معنای جهل مرجوع میفهمند عذر نیست. مثلا در تفسیرش نظر بکنید. سوره بقره آیتی یکی از آیاتش به و ما یشعرون آمده است. میگن که الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عبده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ما عاند ربه، ما عاند هو ربه تعالى. پس در اینجا گفته شدند که و ما یشعرون، این اوضح یکی از واضح ترین دلیل است با اینکه الله دروغ می شمارد همون کسایی که دعوت میکنند که الله عذاب نمیدهد، کسایی رو که جاهل هستند، فقط به عناد عذاب میدهد. البته بعضی انسان است که جاهل است عذاب میکشد، چه که در شرک اصغر هم عذر نیست عذاب میکشد. یا در زیر آیت اعراف آیت 30 نظر کنید و یحسبون انهم مهتدون. مبشر مسلمیان حالا ما به این هم جواب میتیم، میگه که این آیت به کفاری اصلی دلالت میکند و به کفاری بارک الله فیکم کسایی که به شرک اکبر از امت اسلام واقع شدن دلالت نمیکند. و کسی که میگه این آیات ها رو حجت بیارد این خوارج است میگه. البته ابن جریر تبری پس خوارج هستند. میگن که و هذا من ابین الدلاله على خطأ قول من زعم ان الله لا يعذب احدا على معصيه ركب او ضلاله يتخذها الا ان ياتي بعد علم منه بثواب وجه فيركبها عنادا منه لربه لان ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلاله الذي ضل وهو يحسب انه هاد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين اسمائهما واحكامهما في هذا الايه. ببینید اسماء و احکام، کفر اسما و احکام، تکفیر اسما و احکام رو جدا کردند. الله میگه در قرآن جدا کرده است بین اسما و احکام.
و این عقیده باطل است که کسی میگه فقط به علم آدم اگر انجام بدهد بعد بگویم کافر میشود. نه، این چنین نیست. یا در زیر سوره کهف آیه 104 هم میگن و یحسبون انهم یحسنون صنعا. ما این آیات رو هم مثال آوردیم که مبشر مسلمان میگه که این آیات هم دلالت نمیکند. ما گفتیم ابن جریر الطبری از علمای سلف میگویند و این زعم هؤلاء انهم يتعبدون الله ويتقربون إليه ومع هذا كله كفرهم وسماهم بأسماء الكفر وجعل لهم أحكامهم في الآخرة ولازمه أنه لم يعذرهم على جهلهم وظنهم أنهم على حسن من العمل صالح فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى وهذا من أدل الدلالة على خطأ من زعم أنه لا يكفر أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر. آشکار واضح ابن جریر الطبری این آیت را حجت گرفته ایستادند و جهل را عذر نگفتند. ترجمهش همین است که هر کسی که دعوا بکند که ما یعنی این آدم‌هایی که غیر الله را عبادت میکند یعنی الله را عبادت میکنند و به واسطه این قبرها الله را به الله خودشون نزدیک میکنند یا نماز میخوانند و اینا مسلمانان دیگه بداند که الله اینها را کافر گفته است. یعنی هر کسی که خودش مسلمان گفته شرک اکبر را کند هم اینها کافر است، اگرچه گمان کند که در هدایت است، اگرچه نفهمد، زیرا که جهلشون میگه فغیر مقبول، جهلشون غیر مقبول است. به خاطر چی؟ به خاطر که لوجوب طلب الهدى، هدایت رو کفتن این فرض است، باید هدایت رو کوفت. چرا جاهل ماند؟ فلازمه انه لم يعذرهم على جهلهم، الله به جهلشون عذر نداد. و در دوامش میگن که این از یک بگویم دلالت قوی ترین است که ادل دلاله است که بیان میکند خطا بودنی همون آزیری ها را، خطا بودنی مبشر مسلمیار و جماعتش و کسانی که در همین عقیده ارجاع هستند که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را جاهلانه کند او معذور است. گفتن این میگه از همه باطل است و خطا است. بلکه کسی که جاهلانه کند هم بگوییم این چی است؟ مشرک است. و در این مسئله سخن امام لالکایی هست و سخن دیگر علما باز زیاد است. پس برادران عزیز و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، در این مسئله یعنی یک انسانی که لا اله الا الله گفت، نماز خواند و روزه داشت و از سبب جهل به شرک اکبر و کفر اکبر رفت، مشرک بودنش اجماع علمای اهل سنت است ذکر کردیم و هیچ خلاف در بین اهل سنت نیست. در این سخنش مبشر مسلمیار که گفت این مذهب اهل سنت نیست، کنی حجت ندارد. حجت هایی که بعد از این در سخنهایش می آورد حجت های یعنی بگویم شخصیش هست، حجت های شخصیش هست، از پیش خود آورده. سبحان الله. جهمی ها نماز می خوندند، جهمی ها بارک الله فیکم روزه می دارند، لیکن علمای سلف به مانند بخاری، دارمی، احمد ابن حنبل و دیگر از علما تکفیر کردند، هم عینشون رو مرتد گفتند. از امام احمد ابن حنبل پرسیده شد، خیلی که خلال در شرح سنه ذکر میکنند، از سنه ذکر میکنند و اجوری در شریعت ذکر میکنند که یک آدمی معینی که قرآن رو مخلوق میگوید حکمش چیگند؟ مرتد است، کفر است. یعنی مقصد چیست؟ مقصد این که وقتی که یک آدم معینی که خودش رو لا اله الا الله گفته است و نماز میخواند، روزه میدارد، یک کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد، حکم رو میگیرد. یعنی این حجت است. و این مذهبی همه علمای اهل سنت و جماعت، اجماع علما و اجماع تمام رسولان است. خیلی که امام بقایی در نظم الدرر میگن که فإنه لم یأتی نبی الا بتکفیر المشرکین بعینهم، یگان نفر از پیامبر نآمده است مگرم به تکفیر کردن مشرکا به عینشون، مشرکا رو به عینش تکفیر میکردند.
و البته ما دیگر شبهاتی که تکفیر جدا کردن و نکردن مشرکا عین و مطلق ما در حلقه دیگر سخن میگیم. حالا ما به شما اثبات کرده شدیم که هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را در جهالت بکند تکفیر عین کرده میشد. شیخ قاضی عیاض سخنش را شنیدید، امام مالکی را شنیدید که هر کسی که نماز خواند، روزه دارد و بعد از این شرک به غیر الله کند کفر است. بارک الله فیک. امام بربهاری آدمای معینی که کفر اکبر و شرک اکبر رو میکردن تکفیر میکردن. به مانند مثلا بشر المریسی، ابن ابو داود، گفتن که فإن هؤلاء كانوا على الردة، اینها ردنده بودن. گفتن عموم، لیکن نمیشه که اینها در رده بودن. نظر کنید در کتاب شرح السنه عینا تکفیر کردن. گفتن الجهمی کافر بعینه، جهمی کافر است بعینش. گفتن لیس من اهل القبله، از اهل القبله نیست. گفتن پس سخن امام شافعی رو شما فهمیدید. در اینجا بگویم گرچنده که جاهل باشد هم یک آدمی که جاهل هست، یک آدمی که جاهل هست شرک اکبر و کفر اکبر رو کند هم چی است؟ به عینش تکفیر کرده می شود. یگان خلاف در این مسئله نیست، به عینش تکفیر کرده می شود. بارک الله فیکم. پس جهل در شرک اکبر عذر نیست. جهل در شرک اکبر عذر نبودنش این اجماع علمای اهل سنت و الجماعت است. و سخنی که در اینجا مبشر مسلمیار گفت البته که مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت است. مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما البته ذکر کردیم، بسیار سخنها رو ذکر کردیم و در این مسائل به نهایت زیاد سخنها هست. و البته که مبشر مسلمیار سخنهای ابن تیمیه رو علاهیده که ذکر کرده است، من هم یک علاهیده سخنهای ابن تیمیه رو به مبشر مسلمیار ذکر میکنم. امام مروزی در این مسئله میگند، امام مروزی در این مسئله ذکر میکنند، وفات کننده 294 هجری، که ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا مجله هفتم ذکر میکنند. میگن که الجهل بالله والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر و بعد، کفر است. و در دوامش البته که همه خیلی آدم ها رو تکفیر میکند. جهل به الله و جهل به غیر الله این فرق دارد. این مسئله یک هر دوش برابر عادی نیست. ابن منده وفات کننده 395 هجری میگن که ذکر الدلیل على ان المجتهد المخطئ في معرفة الله ووحدانيته كالمعاند. هر کسی که اجتهاد کند و در شناخت الله خطا کند و مثلا غیر الله را عبادت کند خطا کرده، این آدم چی است؟ به مانند معاند است. یعنی کسی که دیده و دانسته گویا که شرک را انجام داده است. یعنی آدمی که در شناخت الله خطا کرده است، در عبادت الله خطا کرده است، اگرچه جاهل باشد این حکمش چی است؟ به مانند آدمی دانسته است. مسئله چی است؟ شناخت الله همین خیلی است. زیرا که در شناخت الله هیچ کس نباید جاهل باشد. نظر کنید به کتاب توحید ابن منده صفحه 261 هجری. این سخنی سلف است، متقدمین است. وفات کننده 395 هجری، متقدمین است. ابن هبیر میگن که من المسلمین من یخرج من المسلمین من غیر ان یقصد الخروج من و من غیر ان یختار دینا علی دین الاسلام. از مسلمان ها بعضی از انسان های هست که از اسلام بیرون می شود در حالتی که خودش همون بیرون شدن رو نمی فهمد، قصد نمی کند. یعنی من از اسلام می برم نمیگوید، من از کافر می شوم نمیگوید، خودش نفهمیده میموند، یک عملی رو انجام میدهد کافر می شود. بله، از سبب چی؟ از سبب جهل. ببینید جهل عذر نیست. ابن جرير الطبري وفات کننده 302 هجری میگن که القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من امور الدين وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك فيه وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد للطالب وما لا يعذر بذلك فيه.
در آخر این سخن میگن که والآخر غیر معذور بالخطأ فيه ومكفر بالجهل به الجاهل فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله فتوحيد الله تعالى ذكر والعلم بأسمائه صفاته وعدله. یعنی جهل میگد به دو قسم تقسیم میشه. جهلی که در بعضی حالتها اگر جاهل بمانید شما معذور هستید و در بعضی حالتها جاهل مانید معذور نیستید. جهلی که شما معذور هستید این در مسائل عادی است یا خطا و بعضی چیز است، اما جهلی که شما در دین الله عذر ندارید جاهل باشید هم حکم رو میگیرید، این در توحید الله است، در یگانگی الله است و علم به الله است. نظر کنید به کتاب التبصیر صفحه 112. پس از نظر همه علمای سلف کسی که به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع شدند به جهل اینها مشرکند و کافرند، زیرا که در حق الله سبحانه و تعالی در عبادت الله سبحانه و تعالی کسی که جاهل است این مشرک است. و در زیر آیات های خیلی که گفتیم سوره بقره، سوره اعراف آیت 30، سوره کهف آیت 104 ابن جریر طبری گشته و برگشته بیان میکنند که این آیات ها دلالت میکند که کسی که جاهل است معذور نیست. امام لالکایی میگن که باب سياق ما يدل من كتاب الله وما روى عن رسول الله على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل كذلك وجوب معرفة الرسول بالسمع. در آخرش میگن که جهل در این مسائل عذر نیست. امام بربهاری میگن و کفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. کافر شدن بسیار انسان ها از جانبی که خودشون نمیدونند. نظر کنید به شرح السنه صفحه 92. ابن تیمیه رحمه الله میگن وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام. همانو که الله جدا کرده است پیش از رسالت و بعد از رسالت، پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن رو جدا کرده است در اسماء و احکام و در بعض حالتها در اسماء و احکام جمع کرده است. یعنی پیش از حجت رسیدن اینها مشرکند، اما بعد از حجت اینها مشرکند، از نظر اسم مشرکند، اما از نظر حکم اینها را کشته نمیشود و عذاب داده نمیشود، جهنمی گفته نمیشود. اما بعد از حجت رسیدن اینها هم مشرکند، هم کشته یا که جنگ کرده یا که جهنمی گفته میشود که اینا میگن جمع بینهما فی اسماء و احکام. نظر کنید به مجموعه الفتاوا مجله 20 صفحه 37. بارک الله فیکم. این چنین سخنها بینوایت زیاد است. انا این است یک جواب بینهایت مفصل به یک جمله این بگویم به نام دعوتگر مبشر مسلمیان، فقط به یک جمله اش که گفت این مذهبی اهل سنت در جماعت است که جهل عذر نیست. من اگر وقت می داشتم یک 5 ساعت دیگر سخنهای علما رو ذکر میکردم، برای اون که من به حول سخنهای ابن تیمیه اگر بپردازم بین از زیاد از سخنهای ابن القیم الجوزی و علمای نجد همه اشون نقل میکنند و به شما کافی است اجماع کافی است که اجماع رو ما به شما نقل کردیم از ابن عیاض و غیره و این اجماع رو دیگر از علما نقل کردن. سبحان الله. پس بیایید ابن ابی العز حنفی رو هم سخنش رو میگیریم. میگد که فلو اقر رجل بتوحید الربوبیه الذي يقر به هؤلاء النظار ويفني فيه كثير من اهل التصوف ويجعلون غاية السالكين وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس امثاله من المشركين. شرح التحوی صفحه 115 است. یعنی کسی که خودش موحد گوید توحید ربوبیت قبول بکند به مانند صوفی ها و غیره میگند و بعد از این الله عبادت کند و غیر الله دیگر کسی دیگری رو عبادت کند، این مشرک است، از جمله مشرکان است و این باید مشرک باشد. سبحان الله. امام نووی، امام صنعانی، سخن امام صنعانی بیان سخن خوب است که در کتاب تطهیر الاعتقاد آمده است که میگن فإن قلت هؤلاء القبورين يقولون نحن لا نشرك بالله والتجاء إلى الأولياء ليس شركا قلت هذا جهل منهم بمعنى الشرك فإن هذا الذي يفعلونه هو عين الشرك وما كان يفعله الأولون. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه قلت قد صرح الفقهاء في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد فصاروا حينئذ كفارا اصليا. یعنی
آشکار و واضح بیان کرده است که هر کسی که به سبب جهل به شرک اکبر واقع شد مشرک است و این سخن همه علما است. الله اکبر. پس انا این است به یک جواب بگویم، یک جواب به ردی محمد بگیم مبشر مسلمیان. اما من یک دیگر اجماع را نقل میکنم، به همین سخن را قاطع میکنم تا که باطل بودن مذهب مبشر و تهمت بستنش به علمای اهل سنت واضح بشود. شیخ عبدالرحمن ابن حسن میگویند که اجمع العلماء ان المرء لا يكون مسلما الا بالتجرد من الشرك والبراءة منه ومن فعله. علما اجماع کردند که هر کسی که هیچ کسی مسلمان نمیشود تا همون زمانی که شرک رو ترک نکند. کسی که شرک رو ترک نکرد وای مسلمان نیست. در جای دیگر میگن من فعل الشرك فقط ترك التوحيد فانما ضدان لا يجتمعان نقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. هر کسی که شرک رو انجام داد این توحیدش ترک شد. زیرا که توحید و شرک این دو چیزی ضد است که در یک جا جمع نمیشود و دو چیزی نقیض است که در یک هر دوش نابود شده و برداشته نمیشود. هر وقتی که شرک پیدا شد توحید نابود شد. انا این است مذهب اهل سنت و الجماعت. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده به دیگر جمله های مبشر مسلمیار ان شاء الله جواب خواهیم داد. حیاکم الله بیاکم. با همین امیدوارم که یک این مسئله فهمیده شده باشد.